baixar o vidro, está muito calor aqui. یولی سال 2022 در برابر حرارت بی‌نهایت بلند در بسیاری از منطقه‌های جهان شماره غیرمقرری زیاد ساختارهای جنگل به قید گرفته می‌شود. آنها حالا حتی کشورهایی را فرا می‌گیرند که در آن حتی عادتاً تهدید نمی‌کردند. کانادا نیمه اول ایول تعداد بی‌سابقه رعد و برق طی هفته‌های اخیر در ایران رخ داده است باعث افزایش ساختارهای جنگل شده است. برای مبارزه با ساختار 3 مراتب بیشتر نجات دهندگان جلب شده‌اند. تا از دهم ایول تقریباً 180 ساختار فعال بود. این یکی از بدترین موسم‌های ساختار در این دولت است. از اول سال اینجانب در شمال غربی کانادا نظر به تمام سال گذشته قریب 100,000 هکتار زیاد ساخته شده است. ساختار جنگل در سراسر ایالات متحده آمریکا ادامه دارد. تنها در یوتن روزهای 7 و 9 ایول چند ساختار به قید گرفته شد. ساختار برایان ملت در طول کمتر از 24 ساعت بزرگترین ساختار در این موسم بود. خشکی و حرارت بی‌نهایت بلند در آلاسکا باعث ساختارهای زیاد جنگل گشت. از اول سال اینجانب زیاده از 1000 هکتار میدان منتظم ساختار و عملقامتی نظر به موسم میانی ساختاری 2 برابر زیاد است. در برابر این بسیار مملکت‌های اروپا را نیز ساختار فرا گرفت. روزی 9 ایول در پرتغالیا 744 ساختار به قید گرفته شد. بر اثر آنها تقریباً 40 نفر جراحت برداشتند. شرایط بی‌نهایت نامساعد آب و هوا باعث ساختار گسترده در فرانسه شده است. تنها در دپارتمان د ژیراند ساختار علاقه قریب 1500 هکتار زمین را نابود کرده است. زیاده از 20,000 نفر آدمان اواکواسیون کرده شدند. در جنوب کشور ساختار در دپارتمان دیگر مساحت هکتار را فرا گرفته است. در منطقه به ساختارهای جنگل آمادگی حد اکثر گذاشته شده است. وضعیت ساختار در اسپانیا در تمامی اروپا موافقت میکند. تا روز 11 ایول آتش در تمام منطقه کشور ادامه دارد. این علاقه همان گونه منطقه را خراب کرد که این در تمام سال 2021 موافق معلوماتی که از جانب سیستم اطلاعاتی اروپای اقتصادی جنگل تحلیل شده است، میدان در این فصل ساخته شده است از حساب میانی 15 سال اخیر 3 مرتبه زیادتر است. از تاریخ دستمزد ساختار در ایالات سیاره و تمام انسانیت ضرر جبران ناپذیر میرساند. هنوز بهادینی برای عاقبتهای آن امکان ناپذیر است، اما در بسیاری از کشورها حالتش شدیدتر شده است. کارشناسان دو سطح این پدیده را به تغییراتی اقلیم جهانی مربوط می‌دانند. متاسفانه شرایط جامعه معاصر چنین است که مشکلات پیشگویی و رفع عاقبت‌های حادثه‌های خطرناک اقلیمی مشکل‌ترین بود و باقی می‌ماند. تغییرات تنها وقت امکان‌پذیر است که ارزش حیات انسان در جای اول باشد.